سوره توبه آیت 5 الله سبحانه و تعالی میگه که فقاتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، و مشرکا را هر جایی که یافتین بکشین، میگه الله سبحانه و تعالی. در قرآن، در اسلام یک چیزی از به نام اسباب النزول، یعنی دلیل و سبب نازل شدن یک آیه. بسیاری از آیاتی که در قرآن عظیم الشان نازل شده و پیامبر خدا فرستاده شده، برای یک شرایط خاص فرستاده شده که خداوند از قلب و از اعمال و از اهداف امو کسایی که در او وقت بودن در مقابل مسلمان ها می جنگیدن و می خواستن مسلمان ها را به قتل برسانند، خداوند با خبر بود و برای پیامبر خود فرستاد پیامه که با اینا دوستی نکنین. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا تصمیم گرفته بودن که در هر جای مسلمانی را پیدا کنند میکشن. پیامبر خدا دوستایی داشت که عیسوی بود، پیامبر خدا دوستایی داشت که یهود بود، پیامبر خدا دوستایی داشت که حتی به خداوند ایمان نداشت. اسلام دین نفرت نیست، اسلام دین کشتار نیست، اسلام دین دوستی و صمیمیت و روشنی و پیشرفت است. اسلام دینی است که اگر درست مطالعه شود، بی‌طرفانه بهش دیده شود، شما قلبتان پر از نور میشه، چشمایتان بینا میشه، قلبتان به گفته مولانا اونقدر پر از محبت میشه که جای برای نفرت دیگه باقی نمیمانه. شما این کسایی را که میبینین به نام دین انسان میکشن، انسان سر میبرن، انسان حلال میکنن، اینا همگیشون گمراه هستن. فکر میکنن که کار درست میکنن. با نام از خدا بردن و کلمه خواندن و انسان را کشتن شما کارتان درست نمیشه. و متاسفانه یک تعداد زیاد جوانای تاجیک امروز گمراه هستند و این ملا را پیشوای خود، رهبر خود، پدر خود، نمیفهم صدر اعظم خود، حتی بلا تشبیه بسیاری از اینا شاید این ملا را پیامبر خود قبول کرده باشن. پیامبر خود. مگر پیامبر خدا چی میگه؟ 73 گروه در روز آخرت دعوای از این دارن که فکر از اونا، دین از اونا، دیدگاه از اونا درست است. یکی از این گروه وارد جنت میشه، یکی از این گروه. پس بیدار شوین تاجیک عزیز. من اسلام صدیقی وقتی یک مسئله را نشر میکنم، درباره مولا باشه، درباره سیاستمدار باشه، درباره هر چیز باشه، من خوشحال میشم که یک برادرم، یک همزبانم، یک هم فکر و هم اندیشیم، هر کسی که باشه، از هر مذهب و از هر نژاد و از هر فکر و اندیشه‌ای که باشه، خوشحال میشم که مرا بگه برادر در اینجا دیدگاه من است، دیدگاه خودت من به چالش میخوایم بکشم، روی از اینی دلیل، روی از اینی منطق، روی از اینی استدلال. من میگم بفرما برادر عزیز، بفرما، خوش آمدی، پیش بیا، پیش میریم، سوال میپرسم جواب بده، سوال بپرس جواب میدم که ببینیم کی به چی است و کی درست میگه. اما به این شکل نمیشه که شما بیاین از خود داستان جور کنین، به نام مولا هر کس بیا تجارت کنه بالای مردم و بالای فکر و بالای اندیشه شما. انسانایی که اعتقادشان از فکرشان کرده، از مطالعهشان کرده بالاتر است، اونا خطرناک هستن. شما باید مطالعه کنین. اولین چیزی که به پیامبر خدا نازل شد چی بود؟ نگفت که بگو خداوند تو یکیست، گفت اقرا، بخوان، اقرا، بخوانین، مطالعه کنین، تحلیل کنین، تدبر کنین، استدلال کنین، کنجکاو باشین، فکر و اندیشه انتقادی داشته باشین، انتقاد داشته باشین، انتقاد کنین، انتقاد پذیر باشین و انتقادم کنین. هر چیزی رو برای شما آوردن، پیش رویتان گذاشتن به نام گل لاله، او را به نام گل لاله قبول نکنین.
بیدار شوین. هدف صحبت های ما، هدف برنامه های ما، هدف نوشته ما بیدار شدن ملت تاجیک است. یگان هدف شخصی نداریم. هدف ما خدای نخواسته ای نیست که شما گمراه شوین، شما مسلمان نباشین، شما با ایمان نباشین، شما با تقوا نباشین، شما پرهیزگار نباشین، شما انسانای خوب نباشین. خدا را بشناس، خالقت را بشناس، خالقت را بشناس. خالقت خالق تمام هستی است، نه تنها خالق مسلمان ها. تا یک وقتی را من فکر میکردم که تنها مسلمان ها امت پیامبر آخر خدا هستند، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اما بسیار اشتباه فکر کرده بودم، بسیار اشتباه فکر کرده بودم. تمام انسان هایی که چی در زمان پیامبر خدا بودن، چی بعد از پیامبر خدا آمدن و تا وقتی که دنیا از بیان، اونا همگیشان امت پیامبر خدا هستند، یعنی مردم پیامبر خدا هستند، چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه. چون پیامبر خدا تنها برای مسلمان ها فرستاده نشد، به هر مردم و به هر منطقه خاص خداوند یک پیامبر فرستاد برای معلومات، برای آگاهیشان. و پیامبر آخر خدا به تمام انسان‌های روی زمین فرستاد. پس ای که ما میگیم که تنها مسلمان ها امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، اشتباه است، غلط است. تمام انسان ها امتش هستند. ای که اونا قبول دارن یا ندارن او بحث جداگانه است، او مشکل خودشان است. اما همه انسان های روی زمین امت پیامبر آخر روی زمین است. ملاها دارن ما را گمراه می سازن. ملاها دارن ما را استفاده میکنن. در یک جامعه که این همه ملاه است، در خراسان چرا این همه زنا است؟ چرا این همه دروغ است؟ چرا این همه بی‌عدالتی است؟ چرا این همه ظلم و شکنجه است؟ چرا با طفل 5 ساله بالای طفل 5 ساله تجاوز میشه؟ این ملاها خاموش هستند. چرا لشکرکشی نمیکنن؟ چرا نفر جمع نمیکنن؟ چرا حرکت نمیکنن؟ استادگی نمیکنن؟ از حقی طفل معصوم دفاع نمیکنن؟ در یک جامعه که این همه ملا زیاده است، از خدا و رسول از اسلام حرف میزنن، چرا این همه گرسنگی زیاد است؟ چرا این همه بی‌عدالتی زیاد است؟ ادب در میان چرا بچه بازی است؟ چرا بچه را میرقصانند؟ اینا کجا هستن این ملا؟ اگر اینا واقعا ملایی که واقعا ملا هستن دانشمند می بودن و به فکر خدا و به فکر دین و به فکر انسان ها می بودن، با بودن 5 دانه از اینا باید هر جامعه، هر محیط، هر کشور گل و گلزار می بود، آباد می بود. چرا نیست؟ چقدر مکتب اینا ایجاد کردن؟ نکردن. چقدر دانشگاه اینا ساختن؟ نساختن. بسیاری از اینا میگه درس خواندن حرام است. میگه کتاب چرا میخوانن؟ چرا ساینس میخوانن؟ چرا کیمیا میخوانن؟ چرا فیزیک میخوانن؟ این چیزا حرام است. بهترین کتاب قرآن است. در حالی که همون قرآن از ایمشان بر ما میگه که بخوانن، یاد بگیرن، تحقیق کنن، تجسس کنن، کنجکاو باشن. قرآن میگه بر ما برین، میگه به ستاره ها حتی برسن، به ستاره ها، با کائنات برسن. این قرآن میگه. اما این ملا چی میگه؟ میگه نخوانن، حرام است، نخوانن. و یک تعداد تاجیکا دنبال از اینا میره. شرم از براتون، شرم از براتون، افسوس از براتون. من دنبال از اینا نمیرم. شما میتونین که دنبال هر کسی خواسته باشین برین. من دنبال از اینا نمیرم. بگذارین که یک شعر بخوانم به می کسایی که دیدگاه افراطی دارن، دیدگاه پر از نفرت دارن، پر از وحشت دارن. برای از اینا یک شعر بخوانیم. امکان داره رویشان، روی فکرشان، روی اندیششان کمی تاثیر کنه. امکان داره، البته مطمئن نیستم.
فقط امکان داره. برنامه را دوستای عزیز، تاجیکای عزیز بفرستین، پول مصرف نداره، بفرستین که دیگه تاجیکان با ما وصل شوند، دیگه هم ملتی های ما هم با ما وصل شوند، با ما بپیوندند. بازم میگم امکان داره که در جمع ما، در جمع کسایی که صدای مرا میشنوند، کسایی باشه که با همه گفتار و فکر و اندیشه من هم نظر نباشن. من برتون احترام قائل هستم، اما دیدگاه من این است که بیاین که خیره تفاوت‌های خود را کنار بگذاریم. بعضی وقتا انسان‌ها تفاوت دارن از همدیگر، اما بیاین که روی مشترکات جمع شویم، روی مشترکات در کنار یکدیگر بیستیم. مشترکات ما چی است؟ ملت ما، زبان پارسی ما، تاریخ مشترک ما، فرهنگ درست مشترک ما. شاید بعضی چیزایی در تاریخ ما بوده که اشتباه بوده، درست نبوده، ما اونا رو رد میکنیم. ما به صفت یک تاجیک اگر اشتباهاتی در تاریخ ما بوده، جای ظلم کردیم، جای بی‌عدالتی صورت گرفته، جای حق انسان‌ها تلف شده در تاریخ ما، جای بالای دیگه کشورها حمله صورت گرفته، حق دیگه کشورها تلف شده، بالای دیگه انسانایی که از ملت‌های دیگه بودن بالایشان تجاوز صورت گرفته، ظلم صورت گرفته توسط ما رو رد میکنیم از ریشه. غلط بوده، اشتباه بوده. ما نباید از انسانایی باشیم که هر چیزی که غلط بوده از ما بوده درست است، اما هر چیزی که غلط بوده از دیگران بوده غلط است. این فکر خودش باطل است. شما هیچ وقت نمیتونین در مقابل غلط حرف بزنین، استاد شوین، اما وقتی خودتان طرفداری از غلط کنین. شما باید جایگاه خود را پاک و صاف و درست بسازین تا بتونین از جایگاه درست بتونین در مقابل یک کار غلط، فکر غلط، اندیشه غلط، حرکت غلط، صدای غلط صدا بلند کنین. و این بسیار مهم است، بسیار مهم است که باید درک کنیم این مسئله را. تاجیک عزیز، هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش. برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. باید بت خود با نم باران خدا شست.
گویی که خدا در بدن و در تنمان است، نزدیکتر از خون و رگ گردنمان است. ببین که شاعر چی میگه. میگه این گونه چرا در پی اسبات خداییم، همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. فکر میکن خداوند از ما نمیپرسه که همسایه ما گرسنه بود، طفلای معصومش گرسنه بود، مادر پیر و زئیر و ضعیف گرسنه بود، پدر ضعیف و ریش سفید گرسنه بود، اما ما خوابیدیم با شکم سیر. این است دین خدا، این است با خداوند نزدیک شدن، این است خدمت کردن برای خدا. من با صدها خانواده همزبان و تاجیک خود صحبت کردیم که گرسنه هستن، اما چی کنم که دستای من ضعیف است. یگانه چیزی که من کردم میتونم همراهشان همدردی کردم میتونم. حتی شما باور به خدا کنین که من وقتی غذا میخورم وجدانم مرا راحت نمیگذاره. آیا میگم من میتونم که این غذا را بخورم؟ غذای خیلی تشریفاتی هم نیست. میدانم که انسان‌های در دنیا هست که هیچ چیز ندارن، آب برای نوشیدن ندارن، غذا برای خوردن ندارن. من با یک خانواده تاجیک در خراسان، در شمال خراسان صحبت کردم. گفت ما خاک میخوریم، گفت ما کاغذ میخوریم. به گفته مولانای بزرگ، مولانا جلال الدین بلخی میگه هر که داناتر بود پردردتر، هر که ناگاتر بود هیچ درتر. برای من تنها مسئله ملت خودم مهم نیست. من حتی با کسایی که از هر ملت دیگه باشن، حتی کسایی باشن که برای کشتار ما آمده باشن، اگر در نیاز ببینمشان، در حالت بد ببینمشان، در شرایط ببینمشان که به کمک من نیاز دارن، وظیفه ما به صفت یک انسان، وظیفه ما به صفت یک تاجیک، یک پارس، کمک رساندن است. از مسائل شخصی میگذرم که اینا با ما چی کردن. اگر یک دشمنم زخمی است و داره خون ضایع میکنه، ما باید به او رسیدگی کنم. ایره انسانیت ما برای ما وظیفه میده. و شما وقتی برای انسانیت یک کار میکنین، شما دارین غیر مستقیم از خداوند اطاعت میکنین، خالقتان را دارین پرستش میکنین، چون به بندیش، به هست شدهش دارین محبت میکنین. چرا نمیدانین؟ چرا باریکی های مسئله را دارین نمیگیرین؟ چرا متوجه نیستین؟ چرا باید خانواده اسلام صدیقی همیشه فاش بخوره؟ به خاطر ازی که جرم ما چی است؟ جرم من تاجیک چی است که مادر ما، خواهر ما باید فاش داده شد؟ به خاطر ازی که ما به ملت خود میگم که ملت عزیزم، از مغزتان کار بگیرین، فکر کنین. وقتی برای شما کسی یک مسئله رو براتون پیش میکنه، ببینین، بخوانین، فکر کنین، بپرسین، بعد از او به نتیجه برسین که آیا قبول کنین یا رد کنین. به خاطر شناختی که دارین، به خاطر رابطه‌ای که دارین، به خاطر باوری که دارین، هر چیز را قبول نکنین، چشمایتان را پت نکنین. شما اگر چشمایتان را ببندین و بخواین را برین، با در و دیوار تصادف میکنین و امکان داره که خود را با خطر مواجه کنین و از بین برین، نابود شوین. هر کار زندگی همی است.
مگر خداوند برای چی برای ما چشم داد؟ تا ببینیم. قلب انسان هم چشم داره. اگر قلبت باز بود، سوال پرسیدی، فکر کردی، فکرت باز بود، روشن بود، با چیز تصادف نمیکنی، انسان نمیکشی، ظلم نمیکنی، بیعدالتی نمیکنی، حق دیگران را نمیگیری، به ناموس دیگران با چشم بد تماشا نمیکنی، ناموس خود را احترام میکنی، بزرگ دیگران را احترام میکنی، ناموس دیگران را احترام میکنی، یک دوست خوب میشی، یک فرزند نیک میشی، یک همکار خوب و نیک و صادق و راستکار میشی و یک انسان خوب برای جامعه انسانی میشی. دیدگاه ما همین است. ما یگان چیز خاص از شما توقع نداریم. یگان چیز خاص از شما توقع نداریم تاجیکای عزیز. شما را شدیداً از دل و جان دوست دارم. هر کسی که باشین، در هر جایی که باشین، من شما را صادقانه دوست دارم. صادقانه دوستتان دارم. صادقانه من شما را دوست دارم.